اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بعد فقط قال الصادق علیه السلام و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. ایام 40 سید الشهدا علیه السلام است. یک اشاره نسبت به اهمیت 40 و زیارت 40 سید الشهدا علیه السلام که خداوند متعال برای هدایت بشر یک برنامه عظیمی رو چید که در این برنامه دست شیاطین بسته شد و اون جریان سید الشهدا علیه السلام بود که یک طرح و برنامه الهی بود که از قبل از خلقت این عالم خداوند متعال این برنامه رو چید. نوشت این برنامه رو و این کتابچه هدایت بشر رو برای همه انبیا این جریان سید الشهدا علیه السلام خداوند متعال مطرح. وقتی که بررسی میکنیم در روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام میبینیم این برنامه‌ای که خداوند متعال برای هدایت بشر اون هم با جریان شهادت ابی عبدالله علیه السلام کشید. سه قسمت اساسی و مهم داره. قسمت اول خود شهادت سید الشهدا علیه السلام بود و برنامه به شهادت رسیدن ابی عبدالله علیه السلام که در حدیث ام ایمن میخونیم که وقتی پیغمبر اکرم برای جناب ام ایمن نقل میکنن میفهمن که روز عاشورا وقتی شیطان دید رو دست خورد نسبت به این جریان و خدا هدایت بشر رو در شهادت ابی عبدالله علیه السلام قرار داده که هر کسی با هر وضعیتی خودش رو به کشتی نجات سید الشهدا علیه السلام برساند نجات پیدا خواهد کرد. لذا به اطرافیانش به شیاطین دیگه دستور داد فجعلوا شغلکم به تشکیک الناس فیه، مردم رو سعی کنید مردم رو دور کنید از برنامه سید الشهدا و جریان عاشورای ابی عبدالله علیه السلام، اون هم با شک انداختن در دل مردم نسبت به اون چه که راجع به مولا الکونین ابی عبدالله الحسین علیه السلام. قسمت اول این برنامه جریان شهادت سید الشهدا علیه السلام بود که وجود مقدس ابی عبدالله هم به برادرشون جناب محمد حنفیه فرمودن ان الله شاء ان یرانی قتیلا، خداوند متعال میخواد من ابی عبدالله رو در لباس شهادت ببینه. یعنی این برنامه‌ای بود که خداوند متعال چید. قسمت دوم این نقشه و برنامه و طرح هدایت بشر رو در جریان اسارت آل الله میبینیم که وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام باز به برادرشون جناب محمد حنفیه وقتی که سوال کرد شما برای شهادت میره چرا این اهل و عیال رو با خودتون میبرید، حضرتشون فرمودن ان الله شاء ان یراهن صبایا، خدا میخواد اینها رو در لباس اسارت ببیند. شهادت و اسارت دو برنامه مهم که در نامه هر کدوم یک وظایفی داشتن. ابی عبدالله علیه السلام قمر منیر بنی هاشم، سایر شهدای کربلا در جریان شهادت یک برنامه داشتن و حضرات معصومین علیهم السلام امام زین العابدین و علویات و زینبیات هم در جریان اسارت یک برنامه و یک وظیفه‌ای رو به گردن داشتن و اینها منتخب خداوند متعال بودن. اما مرحله سوم و پرده سومی هم این برنامه هدایت بشر داره. اول شهادت بود، دوم اسارت بود و سوم مسئله زیارت است که این وظیفه رو میبینیم جناب جابر ابن عبدالله انصاری به عهده گرفته است و روز 40 اولین 40 سید الشهدا علیه السلام خودش رو به کربلا رسونده که شاید بشه این ادعا رو کرد که جناب جابر ابن عبدالله انصاری هم مأمور بود از جانب پیغمبر اکرم، همراه سید الشهدا علیه السلام نرفته به خاطر کهولت سن و هر جریان دیگه‌ای بوده، شاید اینطور 40 و زیارت 40 سید الشهدا جا نمیافتاد. جابر شخصیتی است که مورد اتفاق بین عامه و خاصه از شیعه و سنی جابر رو قبول دارن و اون زیارت رو انجام داد و اون کلمات رو بیان کرد و ماندگار شد زیارت 40 سید الشهدا علیه السلام توسط جناب جابر ابن عبدالله انصاری. نکته‌ای که هست اینه که این وظیفه رو جابر انجام داد. چرا؟ چون برای تثبیت جریان هدایت بشر، اونم به وسیله شهادت سید الشهدا و اسارت علویات و زینبیات، به این معنا و این تشبیه که اگر یک درختی رو تصور کنید، این درخت رو کاشت انسان، این درخت وقتی کاشته شد، وقتی که آبیاری شد، پایه های این درخت محکم شد، ریشه های این درخت محکم شد، بعد بازرسی داره به این درخت، باید سر زد، نگاهش کرد، بررسیش کرد. جریان زیارت ابی عبدالله
تعالی این خصوصیت رو، درختی به نام شهادت به عنوان هدایت بشر رو خداوند متعال غرس کرد و زینب کبری و اهل بیت عصمت و طهارت چونان امام زین العابدین علیه السلام این درخت رو آبیاری کردن، محکم کردن. گفت کربلا، در کربلا میماند اگر زینب نبود. درختی کاشت پیغمبر، علی پیوند زد آن را، حسینش گشت میراب و شد آخر باغبان زینب. این درخت که استوار شد، حالا هر آن باید سر زد به این درخت و مرور کرد این جریان رو. زیارت سید الشهدا علیه السلام، جریان شهادت سید الشهدا و اسارت علویات و زینبیات و اون هدفی که امام حسین علیه السلام با این شهادت داشتن که در زیارت اربعین امام صادق علیه السلام این مسئله رو دارن به ما یادآوری میکنن که بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزنات بر محمد و آل محمد.